بسم الله الرحمن الرحیم. امروز در خدمت همکار محترمون جناب آقای جوادپور هستیم که عهدهدار و مدیر عامل مؤسسه احسان آسمانی هستند. جناب آقای جوادپور، احسان آسمانی رو معرفی می‌فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و همه بینندگان گرامی. مؤسسه احسان آسمانی زیر نظر بهزیستی و با نگهداری شبانه روزی 29 فرزند پسر 6 تا 12 سال و 12 تا 18 سال از سراسر استان خراسان جنوبی فعالیت میکنیم که تمام هزینه‌های ما از طرف خیرین محترم تامین میشه. همکاران محترم، سردفتران و دفتریاران گرامی، ما در جامعه باید یک نقشی ایفا کنیم که مردم از